روز 21 مارت یادبود امام نظر خالنظر، روزنامه‌نگار سرشناس، حجو‌نویس شناخته تاجیک، اولین سردبیر هفته‌نامه عدالت و از پایه‌گذاران حزب دموکراتی تاجیکستان است. او 10 سال مقدم در نوروز در سن 55 سالگی از عالم درگذشته است. امام نظر خالنظر نفری بود که پیوسته بروی تضاد زندگی و مرگ میخندید و حتی رنجی را که از بیماری قند داشت همیشه با لبخند نهان مینمود. وی کار ایجادیش را کنار نگذاشت و تا لحظه های واپسین عمر با قلم و کاغذ همراه بود. کتاب های او با نام های هر کی و هر چی، من همی خیل آدم، باری نبود گرانتر از آر، از خنده میموری و عجب زمانه های در سالهای گوناگون نشر شدند. امام نظر خالنظر اگر زنده می بود با لطایف نمکین در این روز نیز خاطر ما را شاد می کرد. و حالا از بایگانی انفرادی بنده پاره چند از لطایف نمکین شادروان امام نظر خالنظر را با صدای او به شما شنوندگان گرامی پیشکش می کنیم. از خاطرهای زنک پنهانی از من نوشته است، یادداشت کرده است برای خود. استاد طاهر عبدجبار وقتی خیرخوش به امام گفت دوستم پیش از خداحافظی به تو یک سپارش میدهم. امام حیران شد. آخر استاد طاهر نرم طبیعت در عمر خود شاید باری نخست بود که سپارش میداد. امام دست پیش بر گرفته اظهار داشت که سپارش استاد به جان خواهد پذیرفت. استاد طاهر که لحظه پیش از شوخی امام صمیمانه میخندید، خود را تماما جدی گرفته قاطعانه گفت سپارش همین، دیگر درباره کسر فکر نکن. امام گفت فقط به یک شرط. چه شرط؟ پرسید استاد. شرط همین که به کسر هم سپارش بدهید. استاد طاهر حیران شد. چه سپارش؟ امام گفت سپارش بده که او هم درباره من فکر نکند. اینم از خاطرهای زنک، از یادداشت‌های بچه بچه‌ها. امام چه خواهش کردم که گپ من نگرفت. التجاآمیز گفتم باز من شب دراز پروردگار 100 بار زاره کردم که پگاه امام سر انصاف بیارو گپ من بگیره. امام گفت اگر بی‌واسطه به خودم مراجعت میکردی 10 همین زاره ها کفایه بود که گپ بگیرم. مرغ‌ها به آتا در اومدن، یک چند مرغ همسایه، یک چند مرغ خودمان. نشان گرفته یگان 10 بار سوی مرغ همسایه سنگ پرتافتند. یکی نرسید. هوای سوی مرغ خودمان یک کلاخک هوا دادم. به سرش بر خود جا به جا مرد.